سلام و درود به همگی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، آخر هفته خوبی رو گذرونده باشید در کنار خانواده. امروز اینجا هستیم با همکار عزیزم. عدشون میخوام در مورد یک موضوعی که اهمیت خیلی بالایی برخورداره صحبت کنیم که خیلی از ماها واقعا فکر میکنیم بعد از اینکه مهاجرت میکنیم درای طلایی برامون بازه. سلام نسترن عزیز، سلام خوبی مجدد. عزیزم؟ سلامتی؟ ممنونم. مرسی تو خوب هستی نسترن جان؟ مرسی. آخر هفتت بخیر. ممنون، مرسی شما هم همینطور. زنده باشی. امروز اینجا میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت کنیم که شاید برای خیلی‌ها جالب باشه و از اونجایی که ما کلاً دو راه متفاوت رسیدیم به این کشور، میخوایم در این مورد صحبت کنیم. شاید برای خیلی مهم باشه یا مفید باشه. مسیری که مسیح جان اومده و مسیری که من اومدم که کاملا با هم دیگه فرق میکرد، ولی میخوایم صحبت کنیم که آره ما حق انتخاب چقدر داشتیم، آیا اصلا انتخابی داشتیم توی این مسیر یا نه. مثلا زمانی که ما مهاجرت میکنیم فکر میکنیم که درای بهشت رو برامون بازه، فرش قرمز برامون انداختن و قراره ما دیگه اینجا کلا تمام اون آرزوهایی که داشتیم و بهش برسیم، ولی متاسفانه اینطوری نیست و با چالش‌های خیلی زیادی روبرو میشیم، با آدم‌های زیادی روبرو میشیم که یک سری چیزها رو برای ما خیلی سخت میکنن و اینکه حالا تو هر شرایطی که ما باشیم متفاوته. مثلا من به عنوان یک مادری که خونه‌دار بودم، بالاخره بچه دنیا اومده، شاغل نبودم، بعدش دوباره مدت کار کردم، بعد دوباره بچه دوم اومده، دوباره خونه بودم و یک سری چالش‌هایی رو داشتم. اما خب تو کشور خودم من کار میکردم، درس خوندم و زندگی رو گذروندم. اما اینجا خیلی فرق میکرد و شرایط یه جورایی عوض میشه و اونطور که ما میخوایم نیست. حالا میخوام مسیح جان چون اصلا بگو اول چجوری اومدی، چون اصلا روش اومدنش فرق میکرده و مهاجرتی نبوده مثل ماها و یه جور دیگه هست. میخوام در این مورد صحبت کنیم، شاید برای خیلی مفید باشه. بگو عزیزم، اول معرفی کن خودتو، شروع کن. حتما مرسی نسترن جان. من سلام میکنم به همه دوستان که ما رو تماشا میکنن. من مسیح هستم از کشور فرانسه. سال 2017 اومدم فرانسه. مهاجرت من از ویزای دانشجویی بود، یعنی من با تیپ دانشجویی اومدم فرانسه مثل خیلی از دانشجوهای دیگه. و همونطور که نسترن گفتن، من و نسترن اومدنمون متفاوت بود. من از دنیای دانشجویی و نسترن با دنیای متفاوت. و خب دقیقا در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم که وقتی مهاجرت میکنیم، خب آره تصمیم خیلی مهمیه تو زندگی، اتفاق خیلی بزرگیه، خیلی از درها رو به روی ما باز میکنه، اما خیلی از حقایق رو هم به روی ما روشن میکنه، چشممون رو به سمت واقعیت ها باز میکنه و سختی ها و دشواری هایی رو میبینیم که قبل از مهاجرت خیلی نسبت بهش آگاه نیستیم. من همونطور که گفتم با ویزای دانشجویی اومدم و حالا اگر دوستانی باشن که این ویدیو رو تماشا میکنن و با ویزای دانشجویی اومده باشن، دشواری های این مرحله رو میشناسن. وقتی که با ویزای دانشجویی میایم، اقامتمون در گروه تحصیلمونه. وقتی تحصیلاتمون تموم میشه و شروع میکنیم به کار کردن، اقامتمون در گروه کار کردنمونه. از این رو آره میشه گفتش که خیلی حق انتخاب برای ما باقی نمیمونه. دائم یه چیزی در گروه یه چیز دیگه ای هستش و خب این کار رو خیلی دشوار میکنه. و خصوصا من از دنیای کار که بخوام بگم، از تجربیات کسانی که اومدن دانشجو بودن و بعد شروع کردن به کار کردن توی حالا کشور مقصد، من در مورد فرانسه بیشتر دارم صحبت میکنم. تجربیاتی که من دور و اطراف دیدم و شنیدم، خب تجربیات مقدار سخت و دشواری بوده.
وقتی که کسی ویزاشو ویزای کاری میکنه و خب کارفرما میدونه که این مجبوره که این کار رو انجام بده. ما به کرات، شما هم حتما شنیدید، من به کرات دور و برم دیدم، حتی با دوستای صمیمی دیدیم که طرف قراردادی رو امضا میکنه و سر پستی میره. خب طبیعتا اولش آدم خوشحاله، ولی رفته رفته حقایقی رو میبینیم که شیرینی مسیر رو کمی تلخ میکنه برامون. اونم اینه که میبینیم همون پست رو یه فرانسوی، حالا من در مورد فرانسه صحبت میکنم چون فرانسه زندگی میکنم، شما در مورد کشور خودتون میتونید تطبیق بدید، یه فرانسوی همون پست رو اشغال کرده، حقوقش چند صد برابر، ببخشید میگم چند صد برابر، یعنی 400-500 یورو بیشتر از کسیه که داره، یه خارجیه که داره اون کار رو انجام میده. و سیلی تلخ واقعیت میخوره تو صورتمون که مثل اول آخر مهاجریم. حتی اگه تحصیلات عالیه داشته باشیم، حتی اگر موفق باشیم یه پستی رو بگیریم و مشغول به کار بشیم، نهایتاً خارجی هستیم. میگم اگه بخوایم از واقعیت هاش بگیم، نخوایم خیلی رویایی نگاه کنیم و نخوایم خیلی سیاه نمایی هم بکنیم، از واقعیت ها بخوایم بگیم، اولش خب خیلی باعث خوشحالیه، بالاخره از دست موفقیت هامون لحاظ میشه، ولی رفته رفته سیلی تلخ واقعیت تو صورتمون رو سرخ میکنه. اونم اینه که میبینیم که حقوقای وقتایی برابر نیست، میبینیم که یک کسی که همون پستو داره ولی وقتی راضی نیست، من در مورد فرانسوی صحبت میکنم، حالا شما هر کشوری هستید بومی اون کشور رو در نظر بگیرید، وقتی از این پست راضی نیست به راحتی رها میکنه میره، ولی ما چون خارجی هستیم ناچاریم تم بدیم، ادامه بدیم و بستر به شدت سخت و دشوار، هموار نیست گاهی اوقات. به خاطر همین من خودم از قبال این مراحل رد شدم. دانشجو بودم، تو دنیای آموزش کار میکردم، آموزش و ترجمه، تحصیلاتم تموم شد، شروع کردم کار کردن، ولی واقعیت امر اینه که بعد از یه مدت خب آدم وقتی دانشجو هستش اولش یه درآمد کمی داره و خب از داشتن اون درآمد خوشحاله، و وقتی که قرارداد ثابت، قرارداد فول تایم امضا میکنه و شروع میکنه کار کردن، خب طبیعتاً چون درآمدش بیشتر شده خوشحاله، ولی یه ذره که زمان میگذره میبینیم که نمست که وقتی مالیات از روش برداشته میشه، وقتی قبضا رو باید پرداخت بکنی، وقتی کرایه خونه رو باید پرداخت کنی، وقتی یخچال رو باید پر بکنی، وقتی خرید و سفر و تفریح و گردش و همه چیزو که از روش برمیداری، چیز زیادی مثل که باقی نمیمونه. باز هم خیلی خوبه، اینا همش دستاوردهای زندگیمونه، چیزایی که براش جنگیدیم، براش تلاش کردیم، ولی بعد از یه مدت به این نتیجه میرسیم که مثل که باید یه آلترناتیوی داشته باشیم. به خاطر همین مسیری که من رفتم احتمالا شبیه مسیر خیلی از بچه‌های دیگه باشه، خصوصا دانشجوها که وقتی شروع به کار میکنن میبینن که درآمدهای 2000 تایی، 2300 400 تایی یا حتی 500 تایی اولش قشنگ شیرینه، چند وقت میگذره میبینیم نه، مثل که معمولی تر از این حرف هست. از این رو باید یه آلترناتیوی کنارش باشه که بتونه درآمدمون رو بیشتر بکنه، به مرور زمان بتونه ما رو به مسیری نزدیک بکنه که بتونیم کمتر کار کنیم توی محیط کار آفلاینمون و بتونیم بیشتر بیزینس دیگه‌ای داشته باشیم، کار دیگه‌ای داشته باشیم، چون بالاخره اول آخر حقیقت محض همینه که همه کار میکنن که پول در بیارن دیگه. کی صبح بلند میشه به عشق کار کردن بره سر کار؟ حالا درسته هممون همه این داستانا رو توی سوی هامون، سی وی هامون، چی میگیم، رزومه هامون مینویسیم، ولی خب واقعیت امر اینه که هممون صبح برای کار کردن و برای پول در آوردن بیدار میشیم. پس بهتره که اون کاری رو انجام بدیم، تمرکزمون رو بیشتر روی اون کاری بذاریم که بهمون پول بیشتری میده. از این رو یه وقتایی بعد از مهاجرت، همونطور که نسترن جان شما گفتید، ما تو موقعیت‌های قرار میگیریم که اول آخرش تصمیم نمیتونیم بگیریم، تسلیم تصمیماتی میشیم که جبر جغرافیایی باز برامون داره میگیره. اونجاست که باید وارد عمل بشیم و خودمون
راه دیگه رو هموار بکنیم، بستر دیگه رو بسازیم که بتونیم یه کار دیگه بکنیم که اگر قراردادی که امضا کردیم، کاری که حالا داریم انجام میدیم به نظرمون سخت میاد، درآمدش کافی نیست یا درآمدی که باید بهمون بدن رو نمیدن بنا به هر دلیلی، حالا مهاجریم یا هر چیز دیگه‌ای، خودمون باید یه چیزی رو بسازیم که بتونه به عنوان جایگزین باشه، در ابتدای راه حالا یه آلترناتیو باشه و در دراز مدت به عنوان یه جایگزین باشه. اینه که در واقع مهاجرت رو قبل و بعدش، نگاه قبل و بعدش رو متفاوت میکنه. ما وقتی ایران هستیم و تصمیم مهاجرت داریم یه سری چیزا تو ذهنمونه، وقتی میایم اون اوایل فکر میکنیم همش کفه کرواسان و این داستان هاست، حالا قهوه و کرواسان و این داستان ها، ولی چند وقت که میگذره اون اوایل باز همین زیبایی ها و قاره سبز و من در مورد اروپا حالا صحبت میکنم، آمریکا، کانادا، استرالیا، حالا هر کدوم به هر ترتیب، زیبایی ها و متفاوت بودنش که برامون تکراری میشه، میبینیم که نه، مثل که مهاجرت چهره دیگه‌ای هم داره. نمیخوایم سیاه نمایی بکنیم و بگیم که خیلی سخت و ناهمواره، نه، بالاخره تصمیمی که گرفتیم تصمیم خیلی درستی هم بوده، ولی در موازاتش باید بستر رو هموارتر کرد. من کلامو میسپارم به شما هستم. مرسی مسی جان، این مراحل رو یه جورایی هممون گذروندیم و حالا چه تو از اون طرف دانشجویی بگی که واقعا حق انتخابی نداری و یه جوری انگار بودنت گروه اون چیزیه که اون، و ما هم یه مدل دیگه و واقعا قبول که میشی، کارت اقامتت رو که میگیری، حالا باید صبر کنی، زبان یاد بگیری، زبان یاد گرفتی دوباره بهت میگن مدرک نداری، مدرک تحصیلیت رو چنج کردی، دوباره بهت میگن سابقه نداری و همجوری، یعنی چرخه ادامه داره. آره و اینجاست که دیگه واقعا یه جایی میرسی که تو دیگه میبری، میگی آقا تا کی؟ مگه چند سال دیگه من جوونم؟ مگه تا کی من میخوام از زندگیم لذت ببرم؟ من اومدم اینجا زندگی آرامش داشته باشم دیگه. آره درسته، ما با آرامشیم، ما با استرس نیستیم، ما نمیدونم هر روز تنمون نمیلرزه بگیم مبلغا بالا پایین میشه، نه، ولی ما یه دیگه ما استرس رو تقبلهای دیگه‌ای داریم از جنس دیگری که واقعا کسایی که اینجا هستن این رو همه این مراحل رو گذروندن. ولی من بگم راهی هست که میتونیم با آرامش زندگی کنیم، که میتونیم واقعا به اون چیزهایی که میخوایم برسیم. شاید خیلیا باور نکنن، شاید خیلیا بگن ای بابا اینا دلشون خوشه و دارن یه چیزی میگن. نه، این سختی ها رو ماها هم گذروندیم، این مشکلات برای ماها هم بوده، اما به یک جایی رسیدیم که گفتیم آقا ما تصمیم میگیریم یک راهی رو بریم که وابسته به کسی نباشیم، که خودمون بتونیم مسئولیت و اون چه میدونم مدیر خودمون باشیم، که اصلا خیلی چیزها رو خودمون انتخاب کنیم و توی انتخاب نشیم، انتخاب بکنیم. این بیزنسی که ما درونش هستیم، من مسی جان رو توی این بیزنس شناختم، نه نسبتی با هم داریم نه از قبل همدیگر رو میشناختیم. این بیزنس باعث میشه ما خیلی فراتر از اون چیزی که توی این فضای بسته خودمون هست ببینیم و با آدم‌های متفاوت و متعددی از اقصا نقاط دنیا ما سر و کار داریم و خیلی تجربه های جدیدی به دست میاریم. من خودم به شخص اصلا نمیدونستم مرحله دانشجو چطوریه تا وقتی مثلا شما گفتین و واقعا گاهی وقتا میشه میگم که خدای شکرت، بالاخره چندین سال اونجوری گذشت، حداقل این یک راهی شد. همین سوشال مدیا به من کمک کرد، سوشال مدیایی که من شاید از 2013 2012 من میدونستم، توی این اینستاگرام بودم، تو فیسبوک بودم، اما هیچ وقت نمیتونستم از این طریق بتونم یک منبع درآمد داشته باشم، بتونم قانونی درآمدی داشته باشم که واقعا میگم اینجا درآمدی که اینجا ما در میاریم دیگه، وقتی میگیم درآمدها 4-5 رقمی الکی نیستش دیگه، دیدیم این مبالغ رو و هیچ وقت فکرشو نمی کردم که ما بتونیم از این فضا به خوبی با یک سری اشخاصی که واقعا انسانهای شریفی هستن و کاری که داریم ما میکنیم، علمی که داریم یاد
میگیریم، چیزی که داریم به دیگران یاد میدیم انقدر تاثیر بذاره تو زندگیمون و دیگه این وابستگی رو از یه جایی قیچی کنیم، بگیم آقا ما وابسته شما نیستیم. خیلی اصلا نمیدونن، خیلی بیزنس جدیدیه، خیلی شغل جدیدی هست که خیلی از حتی ادارجات ها نمیدونن این چیه، ما از چی صحبت میکنیم و آره درسته دقیقا همطوره. آره و زمانی که بهشون میگیم تازه میفهمن، یا زمانی که قرارداد کارتو میبرین نشون میدی تازه میفهمن خب ما برای خودمون داریم کار میکنیم که تازه میگن ای چه جالب، یعنی شما آنلاین این کار دارین اینجوری انجام میدین و وقتی بهشون توضیح میدیم میگه آره چقدر خوبه. و این رو من که مادر هستم، منی که به عنوان یک شخصی هستم که مسئولیت خیلی از چیزا تو خانواده به عهدمه، منی که باید همه کارا رو انجام بدم، کار بیرون انجام بدم، کار خونه رو انجام بدم، دیگه جون مگه واسه من میمونه بخوام برم بیرونم از ساعت 8 صبح که اونم 6 و نیم 7 صبح باید بیدار شیم بریم برای کار آفلاین و 6 غروب برگردیم واسه چقدر؟ یا 900 یا 1200 یورو. و این واقعا سخته، واقعا سخته. از این نظر از شمایی که خودت دیگه معلم زبان هستی، خودت دیگه یعنی این سطح رو گذروندی، از شما گرفته تا یه شخص بنده خدایی که میاد حالا اصلا زبان بلد نیست. من خودم با لیسانس حسابداری اینجا مدرک حسابداریمو به فرانسوی هم گرفتم، ولی باز هم سخت بود، که ببین جایگاه خودم رو به دست بیارم. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی اون چیزی که دقیقا تو گفتی، حق انتخاب با ما نیست، ما اقدام میکنیم اما اونا هن که انتخاب میکنن تو رو کجا بذارن. اینجا نمیتونیم بگیم آره من دکترای فلان رو دارم پس من باید فلان جا باشم. نه، میگه اوکی تو داری ولی باید توی این مسیر قرار بگیری، شما یا میگی میخوام یا میگی نمیخوام. پس این درسته که این کار آنلاین اینجا هر کسی بیزنس خودش رو داره، اینجا ما اصلا کاری نداریم به این که این شخص سواد داره بی سواده، زبان بلده بلد نیست، تجربه داره نداره، اصلا چند وقت اومده فقط یه اجازه کار داشته باشه و اقامت خیلی راحت میتونه و همت آفرین. و واقعا اینجا خیلی مهمه که ما خودمون بتونیم، پیشرفتمون بستگی به خود ماها داره. ببینید همیشه میگیم از تو حرکت از من برکت دیگه. خب اگر ثابت بخوایم بمونیم به هیچ جایی نمیرسیم. اگر ما ثابت باشیم به جای، پس باید پیشرفت کنیم، باید قدم به قدم بریم جلو. همه چیز یهویی به دست نمیاد، اما یه استادی داشتم همیشه من گفت آهسته و پیوسته، آهسته و پیوسته قدم برداشتن شما به همه چیز میتونی برسی. در صورت مسیح جان مرسی ازت عزیزم که واقعا تجربه قشنگی رو اشتراک گذاشتی. تو یک خانم موفق، یک دختر شجاعی هستی که این همه سال رو به دور از خانواده تک و تنها قوی بود گذروندی و واقعا تو خیلی از مسیرهای زندگیت موفق بودی. توی این بیزنس همینطور بهترین منتوری و واقعا من افتخار میکنم که همکاری مثل تو دارم. نازنینم تو لطف داری نسترن جان، ممنونم از شما. اگه صحبتی داری بگو مسی جان. نه من تشکر میکنم. دوستان سوالاتی پرسیدن، چون وقت محدوده احتمالا ما مجبور باشیم که لایو رو ببندیم، ولی دایرکت بدن ما حتما به نسترن جان یا من فرقی نمیکنه، ما حتما جواب میدیم و هر کمکی که بتونیم به هر کسی بکنیم چرا که نه. دقیقاً اینجا هستیم که به هموطنامون، به کسایی که مثل ما هستن کمک کنیم تا راه درستی رو بتونن پیدا کنن. مرسی از این بودین. زنده باشین. مرسی مسی جان، قربانت. به امید دیدار بعد. خدا نگهدارت عزیزم. خدا نگهدار همگی.